مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون ملی گوشتنگری مملکت بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روز 12 سپتامبر ساعت 17 در نوروزگاه پایتخت دومین مسابقه بین المللی عاید به گوشتن ملی را برگزار می‌نماید. در آن پهلوانان از جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، فدراسیون روسیه، اوکراین، بلاروس، پاکستان، هندوستان، آذربایجان، فلسطین، ایران، افغانستان و جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. رقابت‌ها در 5 وزن 60 70 80 90 و جمع 90 کیلو میان مردان و تا 65 کیلو میان بانوان جریان میگیرند. غالبان 6 وزن را مکافات عالی، شاه جایزه، автомашинаи سبکروی، تمغه خارجی انتظار است. اینچنین برندگان مدال‌های نقره با مبلغ $3000 و صاحبان جای سوم با مبلغ $1500 آمریکایی قدردانی می‌گردد. بار اول غالب در حیات دستاوی نیز معین شده با آن $1000 مکافاتانیده می‌شود. مرحبا با تماشای تنتنه عید حقیقی گوشتن ملی.